همه ما به امید زنده ایم، یا حداقل این چیزی است که از کودکی در گوشمان خوانده اند. امیدت را از دست نده. همه چیز درست می شود. فقط کافی صبر کنی. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که همین امید می تواند سلاحی باشد علیه ما؟ ابزاری برای کنترل، برای فریب؟ امروز از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع نگاه می کنیم. امید، این نیرویی که قرار بود ما را نجات دهد، چطور می تواند ما را به بردگی بکشد؟ اینجا در شاهکار کلام همیشه دنبال نگاهی متفاوت به زندگی هستیم. حالا بیایید درباره یکی از پیچیده ترین مفاهیم ذهنی صحبت کنیم. چرا زندگی بی‌معناست؟ گاهی اوقات زندگی درست مثل یک بازی بی‌پایان به نظر می رسد. صبح بیدار می شوی، کار می کنی، منتظر آینده‌ای بهتر هستی. شبها با این فکر که فردا روز بهتری خواهد بود به خواب می روی. اما فردا می آید و چیزی تغییر نمی کند. این همان چرخه امید است. فردریش نیچه به این نگاه پوچگرایی می گوید. او اعتقاد داشت که ما در جهانی زندگی می کنیم که هیچ معنای ذاتی ندارد. ما به دنبال معنا هستیم. اما شاید اصلاً معنایی وجود نداشته باشد. یا اگر هم باشد، باید آن را خودمان بسازیم. معنا درمانی چیست؟ در نقطه مقابل نیچه، ویکتور فرانکل، نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا، باور داشت که حتی در سخت‌ترین شرایط معنا می‌تواند ما را نجات دهد. خودش این را در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها تجربه کرد. او دید که کسانی که هدف و معنایی در زندگیشان داشتند، شانس زنده ماندن بیشتری داشتند. اما سوال اینجاست: آیا معنایی که پیدا می‌کنیم واقعی است یا فقط راهی برای فریب خودمان؟ تفکر اگزیستانسیالیسم و کنترل ذهن مردم. اگزیستانسیالیست ها مثل سارتر می گفتند هیچ معنایی از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. اما تفاوت او با نیچه در این بود که می گفت مسئولیت پیدا کردن معنا با خود ماست. اگر امید دروغین به ما داده شود، ما صرفاً تبدیل به ابزارهایی در دستان دیگران خواهیم شد. کسانی که می خواهند کنترل کنند همین را می دانند. به ما امید می دهند، امیدی که هیچ وقت قرار نیست تحقق پیدا کند. امیدی که شبیه سرابی است در بیابان، درست زمانی که فکر می کنی به آب رسیده ای، باز هم چند قدم جلوتر می رود. چگونه از این چرخه فریب خارج شویم؟ شاید اولین قدم این باشد که بپذیریم زندگی نه خوب است و نه بد، فقط هست. نه نیازی به امیدهای دروغین داریم، نه به ترس‌های فلج کننده. شاید معنا نه در یک هدف بزرگ، بلکه در تجربه‌های لحظه‌ای زندگی باشد. امید اگر آگاهانه باشد نجات دهنده است، اما اگر یک دروغ باشد ما را در بند می‌کشد. به نظر شما امید همیشه راه نجات است یا گاهی تبدیل به قفس نامرئی می‌شود؟ آیا تا به حال امیدی داشتید که بعدها فهمیدید فقط یک فریب بوده؟ تجربیات خود را در کامنت ها بنویسید.